در ترکیه روزی 7 ایون انتخابات پارلمانی برگزار می شود که آن را انتخابات سرنوشت ساز برای حزب عدالت و توسعه حزب حاکم در ترکیه خواندند. مردم از میان نامزدهای زیادی باید 550 عضو پارلمان ترکیه را انتخاب کنند و در این میان رئیس جمهور رجب طیب اردوغان تلاش دارد موقع سست شده حزبش را هم در پارلمان و هم در میان مردم نگه دارد. در انتخابات 30 حزب شرکت می کنند ولی 4 حزب، حزب عدالت و توسعه، حزب دموکراتی خلق، حزب ملتگرایان ترکیه و حزب جمهوری نیروهای اصلی به شمار می روند و گفته کارشناسان ممکن است انتخابات منظره سیاسی در ترکیه را تغییر بدهد و صحبت امروزه با عباس جوادی مدیر منطقوی رادیو آزادی در همین باره است. آقای جوادی، نظرسنجی ها درباره انتخابات ترکیه چی را نشان میدهند و برداشت اصلی چی هست؟ کدام از حزب‌ها رأی بیشتر را به دست میارند؟ اونچه که از نظرسنجی ها معلوم می شود این است که حزب حاکم AKP، حزب طرفدار رئیس جمهوری رجب طیب اردوغان، احتمالاً اکثریت آرا رو در این انتخابات به دست می آورد. طبیعتاً اکثریت 550 جای کرسی پارلمان ترکیه رو به دست می آورد. در این ظاهراً شکی نیست. مهم این است که آیا آقای رجب طیب اردوغان به هدف اصلیش که اعلان کرده، یعنی حداقل 400 دپوتات نائل می شود، اینو دسترس می کند یا نه، تا اینکه با اون ترتیب با 400 رأی جایی که کرسی که دارد در پارلمان بتواند قانون اساسی کانستیتوسیای ترکیه رو عوض کند و سیستم حکومتی ترکیه رو از یک سیستم پارلمانی به یک سیستم ریاست پرزیدنتی، ریاست جمهوری عوض کند، تبدیل نماید و با این ترتیب قدرت خودش رو تحکیم کند، بیشتر تحکیم کند یا نه. سوال این است و این جواب این سوال روز یکشنبه معلوم می شود و جواب این سوال تا حد زیادی مربوط می شود و وابسته است به نتیجه انتخاباتی که نتیجه آرایی که حزب کردها، یعنی حزب HDP، طوری که با حرفای اولش گفته می شود، در ترکیه به دست می آورد. چون در ترکیه حداقل 10% آرا باید هر حزب بگیرد تا اینکه وارد پارلمان بشود. بنابراین اگر حزب کردها HDP بتواند 10% بگیرد بحث دیگری هست، اگر نتواند بگیرد بحث دیگری هست. اگر بتواند این HDP 10% حداقل بگیرد و وارد مجلس بشود، در اون صورت احتمال بزرگ این است که حزب حاکم AKP، حزب آقای رجب طیب اردوغان، ضعیفتر از قبل خواهد شد. بنابراین ناچار خواهد شد احتمالاً با یک حزب دیگر، حالا کدام حزب معلوم نیست، وارد یک کوالیسیا بشود. اگر نتواند، اینا همش فرضی است، اگر نتواند در اون صورت باید حزب‌های مخالف با هم دیگر وارد یک کوالیسیون و ائتلاف بشوند. و هدف اصلی رجب طیب اردوغان از تغییر دادن نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری چی هست؟ هدف اصلی همان است که شما در آسیا مرکزی دارید، در روسیه دارید، در کشورهای در تمام دنیا دارید، اگر قانون جلوی شما را نگیرد. به این معنا که هدف این است که قدرت دولت و حزب حاکم بیشتر و بیشتر و متمرکزتر بشود و در اختیار فقط یک گروه، یک حزب قرار بگیرد و خارج نرود و به گروه‌های دیگر نه. هدف این است. بیشتر از 13 سال آقای اردوغان و حزب او بر ترکیه حکومت کرده است و برخلاف انتظاراتی که در انتخابات قبلی یه پرزیدنتی بود در ترکیه، چون که احتمال میرفت که با وجود افشاگری هایی که در مورد خود آقای اردوغان، خانوادهش، پسرانش، عائله‌اش یعنی و وزیرانش، با این افشاگری هایی که درباره ایشان و اتهامات کروپسیا که در مورد و فساد و رشوه‌خوری در مورد این حکومت و نمایندگان این حکومت شده بود، انتظار میرفت که
این حکومت دیگر نتواند سر پا بماند. ولی برخلاف این انتظارات حکومت آقای اردوغان پابرجا ماند و آقای اردوغان هم به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. بنابراین این روز یکشنبه هم واقعا هیچ چیز معلوم نیست. احتمال این است که اکثریت رو گفتم احتمالاً به دست می آورد این حزب، ولی اینکه آقای اردوغان به اون هدف نهایی و اصلیش که حتی این حکومت فعلی رو که تحت رهبری سروزیر یعنی نخست وزیر هست در ترکیه برکنار کنه، خودش به عنوان رئیس حکومت مثل فرانسه و یا مثل امریکا حکومت کنه بر ترکیه احتمالاً یک 10-15 سال دیگر، این هدف آیا به جا آورده می شود یا نه، این بستگی دارد به این که 400 نماینده در پارلمان در مجلس ترکیه به دست می آورد یا نه. اینش بسیار تحت شک می تواند باشد، ولی هیچ هم بعید نیست که ما همه دوچار حیرت و تعجب بشویم آخر روز یکشنبه. تشکر. عباس جوادی، مدیر منطقوی رادیو آزادی با ما صحبت می کرد.